مسهر. چی آیا مرا انتظار نبودی؟ انتظار بودم اما نه به این صورت. من از اینجا کی آزاد می شوم؟ نمی برایی. چه خیلی نه؟ همیشه در اینجا میمانم؟ نه البته که نه. یگان چیز رو نفهمیدم. روشنی اندازی سر دارم. با من بیا. راه گرد گفتم. گذار اینجا شین. من رو مجبور نکن. پاید رو دراز کن. آدمی که هستی؟ تو بر این چندین انسانها را به سخن در آوردم. من آدمی کسی نیستم. واه این را بین. با کی زنگ میزنی؟ با تو گفتم با کی زنگ میزنی؟ با کی؟ یا همش را آدم بر این به من میفهمونی یا اینکه در حیاتی سرت عذابهای نچشیده را به تو نشان میدهم. من یگان گپی گفتنی ندارم. چی کاری که میخوای کردن گیر. خودت میدانی. کانی جانکم پارتا انا همین خیل پارتا دانای نرد را. خیری چیکار میکنی؟ چیکار کنم اکا باز کفت و کاب دارم. انا بینید. دروغ نگو خیری. با گمانم حادثه رخ داده است. باز چی شد؟ از ساعت لیلا موجی خبری فوری گرفتم. کو ببین در کجا باشد؟ مایلاش از ساعت معین کرده میشود در کجاست؟ میشود یک دقیقه ایستید. مرحمت سردارم. حجره 90 همینجاست. عجایب بوده است. بینید حتی دیوان هم دارد. کنی بیا. اینجا بیا. وای انا این گپی دیگر. اکنون حجره کاریت اینجاست. در اینجا تلفنی است که 24 ساعت در علاقه می باشیم. خواهی تلفنی ویدیویی، خواهی تلفنی عادی. کتابخانه هست، در وقتهای خالیت استفاده میبری. بسیار خوب، اما نتیجه این است که من محبوسم. در بیرون بودن تو به من لازم است. اینش را هم فکر کردم. نگران نباش. با من بیا. از این در میتوانی که به بیرون بروی، اما با دقت باش. در محبس نبودنت نباید معلوم شود. باید چیکار کنم جناب؟ مدیر با خبر است. یک پاسبان را عهده‌دار کردم، لیکن دیگر محکومان و پاسبانان نباید فهمند. فهمیدم جناب. با من بیا.
حالا با تو کمی کیف و صفا میکنیم. راستی گپ من کیف و صفا میکنم. تو میتوانی که آزادانه داد زنی. چه خیلی که نباشد صدای ما را در اینجا کسی نمیشنود. مطل بالای سوخته نمکاب را میدانی ها؟ میدونم بچی. اکنون به دانستن حاجت نیست. محض خودت میچشی. خوش گپ میزنی؟ گپ میزنی یا نه؟ من گپی میگفتگی ندارم. من تو میگویم گپ زن. گپ زن. همش رو فهمون آدمی کی هستی؟ در پشتی تو کی هست؟ یگم کس نیست. مادامی که گپ نمیزنی، مادامی که یک روی میکنی، راه دیگر رو میگیریم. به عذاب طاقت داری؟ کنی بینیم در به هواگی چند قدر طاقت میکنی. این خیل؟ از همه زیاد 1 دقیقه طاقت میکنی. یا گپ میزنی یا اینکه مرده میروی. چی شد؟ آیا اون چیزی گفتن داری؟ تو را گوش دارم. تو گپ زدن را سر کن. آی تو حالا برای مردنت مرا زاره میکنی. به اینجا همینطور درای و برو که کسی تو رو نبیند. این ساعت رو در دستت ببند برای حادثه تاجیلی. اگر در خطر رفتی این دکمه رو زیر میکنی. اینش از کجا برآمد جناب؟ در دست لیلا هست. فرض کردیم که یگان فلاکتی به سرت آید. لبای و تاز. آقای مسر، از لیلا خبری فوری گرفتیم و گمانم که سرش در بلا میباشد. محسن گفتنی شخص از لیلا شبهه کرده است. او را مجبور میکند که سخن کند. آی تو اینقدر یک راه بوده ای؟ چی شد؟ خسته شدی؟ تو را میکشم. گپ زن. خوش چی شد؟ یگان گپ داری؟ مایلش میگویم. برای پول شده کردم. پول میگویی؟ چی خیل پول؟ پول زیاد. اگر خواهی تو رو با دولت میکنم. این خیل کار بوده است. تو اول جانی خودت را خلاص کن. مرا آزاد کن. تو رو به نزد آنها میبرم. چقدر اگه خواهی پول میگیری. تو مرا کی گمان کردی؟ تو مرا چی فکر میکنی؟ پولی کم نیست. من از صدها هزار دلار سخن میرونم. تو باشی این رو پولی کم میگویی. کی بوده است وای آدم ها؟ تو رو با آنها شناس میکنم. مرا فریب کردن نمیتوانی. تو مرا کودک گمان کردی ها؟ حیات لیلا در خطر است. یگیت فوراً رفتنت لازم. به کجا جناب؟ 1 دقیقه صبر کن. و تاز گوش میکنم آقای مظهر. با خیری بگو که مکان رو معین کرده به یگیت خبر دیاد. خیری مکانی آنها را یافته است. الکی آدم ها رو به آنجا روان کردیم اما کمی دور میباشد. در وقتش میرسند یا نه نمیدانم. نباشد این کار را یگیت حل میکند. ما نزدیکتریم. خودتون میدونید. فوراً برآمدنت لازم یگیت. لیلا در دست محسن. وقتت خیلی کم است. خوب شده است جناب. دیر نمانی. لیلا را نجات داده راست به اینجا بیا. کلیت را بگیر ماشین در بیرون. من شخصی نیستم که بازیچه دستی تو شوم. من را فهمیدی ها؟ از تو آخران بار میپرسم نباشد تو را پرانده میروم از اینجا. این خیل نمی شود. از همه خوبش تو را به پیکاس میگویم.
تو همش را مثل بلبل با اون میفهمونی. با او چی میگویی ها؟ از عهده یک دختری دست و پاش بستنه برآمدم میگویی؟ به حال تو میخندد. وقتی که تو رو دیدم فکر کردم که خیلی شخصی نرم دل هستی، اما خطا کردم. خیر کنی سر کن. من را گوش کن. زبانی کوچکی تو را میبرم، تو را میکشم. مردیت همین قدر است یا به زنانی دست و پایش بسته زوریت رو نشون میدی؟ کنی سر کن پرون. میکشم تو را. ضربه های من در خردسالیم از تو سخت‌تر بودند. آدمی که هستی میگویم، تو را پاره پاره میکنم. بیا با خانه همونو میرم. هر کاری که خواهم کردن میگیرم دادا، اما من دیگر با شما نمیستم. 18 ساله شدم، با کجایی که خواهم میروم، چیزی که خواهم میکنم. دیگر شما نوربانو گفتنی دختره نداره. از همه بهترش مرا به پیکس سپار. شاید او به تو آفرین گوید. نگران نباش، به پیکس جسدی تو را میبرم. خیر زودتر پرون. بعد میگویی که او رو به گپ در آورده نتوانستم و پروندم. خواب کن. الو برادر، من یک عادت دارم. شخصی را که کشتنی شوم حتما میپرسم که سخنی آخرین داری یا نه. تو کی هستی؟ من هستم بشوم. سخنی آخرین ات را نگفته میمیری. این نوبکار همانی است که افسر اون رو در اتوبوس قتل کرده بود. همین خیر، چرا از اول نگفتی؟ این طور باشد کار رنگ دیگر میگیرد. نباشد این کار رو با حادثه سال گذشته پیوست میکنی. این برای افسران شهید گشته، این برای قتل سربازان، اینش برای سربازان شهید شده. بسیار خوب، آدم های جان سخت را دوست می‌دارم. کسی که با دو مشت از هوش می‌رود چندان کیفیت نمی‌بخشد. تو او را کشتی؟ نه، اگر خواهی میکشم. برای ما زنده بودنش در کار. شنیدی؟ با این دختر تشکر گوی. چه حال داری؟ به فکرم یک شانه هم شکسته است، لیکن خوبم. هیچ باکی نه، با 24 شانه هم میشود. یکیت با دقت باش. خدایا توبه، مرا مجبور میکند که او را به جهنم فرستم. دادا چی شد دادا؟ اپام در کجاست؟ امشب در آنجا می ایستاده است. چی خیل؟ با شما نامد؟ دیگر نمی آمده است. خدایا توبه، این دختر چیکار کرده ایستاده است؟ دادا چی خیل به خونه نمی آمده بوده است؟
خیر کنی صبر کنیم. سهر شاید میبینیم. بخیر است برادر؟ با تو چی شد؟ لیلا چی حال داری؟ مرومون از پی شب. میلش در اینجا باش، من میآیم. چی گپ است؟ تو کیستی؟ اویا یگان راهی برآمد دیگر هست اینجا. از این طرف یک راهی برآمد است. التماس مرا نکشتن فرزند دارم. بیهوده جان نکن، تسلیم شو. من تسلیم نمیشوم. هیچگاه، فهمیدی؟ همین خیل. پس از خودت گیله کن. نباشد وقتی به جهنم رفتن رسیده است. کجا شد وای؟ و کجا رفت؟ این آدم کجا شد ها؟ مگر تو را گذاشته میرم؟ فکر میکنی که برای کارهایی که در دوام نمیدی؟ چرا با آن جوانان رحم نکردی؟ بسیار هم آسان بود. یک تاش را در سرش پراندم. زخم این بود. برای مردن زاره میکرد. یگید در کجایی؟ یگید من وظیفه خودم را اجرا میکردم. یگید میفهمی؟ وظیفه خودم را اجرا میکنم. من همین طور. جای سزاوارش را یافت بی‌شرف. تشکر به تو یکی در وقتش آمدی. یگید چیکار کردی؟ لیلا با من است. حالش بد نیست. کمی زخم برداشته است. آن آدم چی شد؟ اما سلامتیش خوب است. وای به دوزخ رفت. بی سوال و جواب او را به جهنم بردند. در کجایید؟ در کدام یک فابریکه هستیم.
پلیس در راه است. کمی بدتر به اینجا میرسد. مایلش به سر شما آدم های ما می آیند، ولی شما در حال از آنها دور شوید. خوب شده است جناب. کارگران اینجا ما را دیدن. همش را حل میکنیم. کار خوب کردید. فوراً به اینجا بیایید. بلش میبرایم. در آنجا با میخوریم. آقای مظهر چی گفتند؟ منتظری ما هست. خواست که تو را با مرکز ببرم. برای تازه کردن کار یک گروه را فرستاده است. بیا از اینجا میرویم. رفتیم. تو چی حال داری؟ خوب هستی؟ اگر تو نمی آمدی شاید می مردم. تو هم مرا از دست دکتر نجات دادی. حسابمان برابر شد. نمیخوام که از کسی قرضدار باشم. آن وقت مرا دشمنی خود می حسابیدی و کشتنت هم ممکن بود. بله. حیات پر از حادثه های ناگهانی است. متاسفانه یگان چیزی مثل بودش نیست. انسان با مرور زمان همه را میفهمد. بعضا شخص نزدیکترین دشمن میبراید. بعضا آن را که دشمن گمان میکنی دوستت میبراید. چی گفتنی هستی؟ هیچ. خود به خودم گپ میزنم. اهمیت نده. فهمیدم. ملکه رو در نظر داری؟ این مسئله را به زبان نآور. تو این را از کجا میدانی؟ در بارت آنقدر میدونم که باور نمیکنی. مثلا درباره من چی میدانی؟ میدونم که تو رو از امنیت پیش کردند. درباره ملیکه چی؟ میدونم که او رو خیلی دوست میداشتی. در مسئله عاشقی و محبت از من دیده شخصی ساده و گمراه را یافتن مشکل است. شاید او هم تو رو دوست میداشت. دوست داشتن او این فریب و دسیسه بود. تو این قصه را از کی شنیدی؟ از آقای مظهر شنیدم. یعنی موضوع صحبت دوی شما پیوسته من بودم؟ نه، چرا اینقدر خشمگین میشوی؟ خشمگین میشوم. گوش کن. آن دختر حیاتی مرا برباد داد. میفهمی؟ باوری و اعتمادم را گم کردم. مرا میفهمی؟ یک بار دیگر نه از دهان تو و نه از دهان کسی دیگر نام او را شنیدن نمیخواهم. نباشد سخت میرنجم. مایلش، موضوع رو محکم میکنیم. گمان نمی کردم که این تو رو بسیار به خشم میآورد. آمدن. بیا میرویم. مینیک برای چی تلفن این دختر جواب نمیدهد؟ برای چی به من معلومات نمیدهد؟ شاید یکون کارش برآمده باشد. از من دیده کاری مهم میشود. او وظیفه‌اش رو میدوند. نگران نباش. این دختر رو به سرم تو آوردی. دانستگیر در خطای اولینش جوابش را تو میدهی. بیهوده تلاش میکنی پیکاس. نگران نشو، یکان چیز نمیشود. دختر رو من نزد دیدم مینیک. چیزی مرا ناراحت میکند. چی گفتنی هستی؟ شاید که خطا کنم. کمی صبر کن، در حال نباید قرار دهم. پروفسور چی خیل است؟ خوب است. با قماندان سر و کار دارد. راگرد رفته او را ببینیم. آقای یگید خوب هستید؟ شکر بد نیستیم. یک گروه مسئله کارگران اینجا را بیند. فراموش نکنید با کارگران حتما گپ زنید. با پلیس ها چیزی که لازم باشد حتما فهمانید. خوب شده است جناب. من اینجا میمونم. ماشین دیگر شما رو به مرکز میبرد. آقای مظهر منتظر شماست. بیا میرویم. حالا میتوانیم که قوای برق را دهیم. مرحمت. کارها چی خیل؟ کمی کار دیگرمان مانده است. نامت چیست؟ نسبت چیست؟ نام من رو چیکار میکنید؟ مخمد، احمد، فرقش چی؟
اما من تو رو میدونم قبله شاهین. وقتی که از اینجا برایم صدت عقل این آدم تا حال در جایش. کنی عقل او را گیر. فهما خوش آمده دکه. سلامت باشه خیری. حالت خوب است لیلا؟ با فکرم یک شانم شکسته است. دکتر را جغ زدن لازم. زودتر جغ زنید بیاید. دکتر را یک طرف مونید. من باید در حال به نزد پیکاس برگردم. زود به اینجا دکتر را فرستید. با فکر من دیگر برنگرد. این کار را با او چه میفهمونید؟ اگر افشا شود چه؟ اگر یک شبهه خورد هم باشد پیکاس برای سخن کردن تو را چندین هفته عذاب میدهد. اگر لیلا به سری کارش برنگردد پس ما نمیفهمیم که پیکاس از پی چی کار هاست. یگانه امکانیت شما من هستم. پیکاس مثل روباه مکار است. دکتر مرد اما تو زنده ماندی. حالا باشد محسن مرد باز هم تو زنده ماندی. آیا فکر میکنی که پیکاس این را نمیفهمد؟ با فکرم میگید راست میگوید. با فکر من هم. به هر حال شبهه میکند. اکی ثابت را از دست دادیم نمیخواهیم که تو را هم از دست دهیم. به یگان جا نمیروی؟ میروم دیگر علاج نداریم. تو را میکشد. آیا نمیفهمی؟ میکشد. بگذار کشد نمیترسم. آن شخص 13 افسر را نابود کرد. شاید از پس باز چند افسر دیگر باشد. چی ما دیده دانسته آروم میشینیم؟ آیا حیات آنها از حیات من دیده مهم نیست؟ تو این را نمیفهمی؟ اینش هم راست است. اگر جانم در خطر هم باشد باید رفته فهمم که قماندان را برای چی دستگیر کردند. بس است. لیلا راست میگوید. از پی چی بودن آنها را از همه خوبتر لیلا میداند. من باشم از پی پیشگیری پیکاس میشوم. اکنون باید از آن یک قدم پیشتر باشیم. یگید هوا تاریک نشده باید به محبس برگردی. یگید مرا ببخش یگید. تشکر که غمی مرا میخوری لیکن یگون چاره دیگر نداریم. تو هم میشده به جای من همین کارو میکردی. نباشد به من وعده میدهی خون آن شهیدان بی جواب نمیماند فهما؟ وعده میدهم. از آنها حتما قصاص میگیریم. البته قصاص میگیریم. رفیقان ما را تنها بگذارید. بس گفتم. خوب شده است. تمام. نامد نسبت و نسبت. نامم چیست؟ به خاطر ندارم. نامد گبزان. نمیدانم. به خاطر بیار نامد چیست؟ نمیدانم. شما چیکار کردید؟ خب دوام دهید. کمی دم گیرد. بسیاری بد کردیم. به تو گفتم دوام ده. یکی باز نمورد. یگان چیز نمی شود. این آدم ها با صبر و با طاقتند. به این آدم بسیار احتیاج دارم. زودتر کار را تمام کن. تا پگاه این کار را تمام کن. خودت میدانی چی خیلی که میخواهی. چنانی که میبینیم با یگید بسیار نزدیک شدی. کارهای خطرناک میکنی لیلا. مبادا اگر خطا کنی حتی من هم تو را نجات داده نمیتوانم. نام ملکه رو شنو و در حال به غضب می آید. اگر فهمد که تو ملکه هستی خاطرت را نمیبیند.
مشکلات زیاد می شود. نمیفهمد. به هر حال از من نمیفهمد. خواطر نشوید. گوش کن چی میگویم. در سخنهای گیت حقیقت وجود دارد. پیکاس بسیار شخصی رو با صفت است. اگر یک خطاگی خودت را یابد تا آخر از پد می شود. اگر نخواهی نرو، در اینجا بمان. نه، میروم. چیزی که نشود میروم. من باید کار رو به انجام رسونم. میلش، لیکن با دقت باش. مثل تو برای انسانها رو تربیت دادن وقت زیادی رو میگیرد. نمیخوام که تو نابود شوی. خواطر نشوید. خودم رو احتیاط میکنم. کجا شدی؟ کمتر پس آفتاب میبراید. حسابو کتاب میکنم. من آخر آمدم برادر، آرام باش. دفعه دیگر دیر نکن. فهمیدم. مثلا درباره من چی میدانی؟ میدونم که تو رو از امنیت پیش کردند. درباره ملیکه چی؟ میدونم که او رو خیلی دوست می‌داشتی. در مسئله عاشقی و محبت از من دیده شخصی ساده و گمراه را یافتن مشکل است. شاید او هم تو رو دوست می‌داشت. آقای مظهر او را از کجا یافته باشد؟ بسیار هم دختر جسور است. عجبا این دختر کی باشد؟ درباره من اینقدر معلومات ها را از کجا میدانسته باشد؟ خیری شاید درباره او یگان معلوماتی پیدا کند. کو صبر کنیم. شنوندگان محترم، بعد از مرگ ترگل آزل به اشرف بیتلیس، سیر و خبرهای تر و تازه روز به روز پیدا می شود. یکی از روزنامه‌نگاران مشهور با نام فکرت آستورگ ضمن سخنرانی خودش گفته است که اشرف بیتلیس همان زمانها در شمال عراق کوشش نموده حل مسئله ترور را قسما تمام کرده بود، اما بعضی از اطرافیانش از این فعالیت او بسیار هم ناراحت شدند. شنوندگان محترم، حالا شما را با آب و هوا شناس خواهیم کرد. طبق معلومات متئورولوژی در سراسر کشور باران شدید و هوای خنک می شود. با نجیب سردار سخن میکنم. بله. من از شعبه استخبارات سرکمیسر بصری اوید قماندان گورزنده شده یک چیز یافتیم. از پی این کار شما میباشد؟ بله. در کجا کار میکرده است؟ او یکی از محافظتچیان قواهای مسلح میباشد. باز چی؟ معلومات های باقی رو به شما به طریق فکس روان میکنم. تشکر زیاد. بسیار خوب. سلامت باشید سردار. این کار معقولم نشد. این آدم هم مثل ادمیرال اشرف قربان شده نرود. سودا چه به درون در آمدی؟ آلپرین در درون بود. او در رو شد. چه شما مکی نجیب؟ خدا را شکر. بیا درون نانشته کرده. تشکر. نوربانو در کجاست؟ در خانه نیست. نامد. دیشب همراه بابایش بود. چه؟ شما با نزدش نرفتید؟ البته که رفتم. در را برایم پوشید. اکنون نوربانو گفتن دختر نداشته بودم. اما که نجیب، شما چی ها میگویید؟ این دختر دیوانه شده است مگر؟ به خدا باوری هم نمی آید. کسی که این گاسوب رو اختیار کرده است، من او را... آرام شو بچه. باز مثل پیشینه واهمه کرده گپ میزنی. بیا من میبندم. آخر با مکتب دیر میکنم. حالا برای ماشینتان آمدن وقت هست. کنی سودا؟ دخترم تا همشین یک چای نوش. اما که نجیب شما نمی نوشید؟ نه، من باید روم دخترم.
کنه بیا. آنا خب اکنون نشستن و نشتاد رو بخور. دادا لابای پسرم. ای دادا زخم نشوید. حالا دیده ایستید دوان به خونه می آید. شما یگان گناهی ندارید. ماند او زیق شود. شاید که قد شما را فهمد. زیق نشوید دادا. یگان روز خدا خواه تو هم پدر می شوی. پس می بینم که غم می خوری یا این که نه. دل و جگرم می سوزد پسرم. غضب کنم نمی شود. غضب نکنم هم نمی شود. آیا یگان پارچه بدن انسان در آتش افتد عذاب نکشیده زندگی کرده می تواند؟ من همینطور پسرم. اوفه اشتیای مرا گریزون. کنی خور. جونکم اوهسته تر خور سراسیمه مگر تو چه بدنی کم بغلی رو نمیدانی. ما 6 برادر بودیم. کسی که آهسته میخورد گرسنه نمیماند. آموخته شده. نوربانو در کجاست؟ در اتاقش نانشته میکرده است. چرا؟ جیغزن بیاید. دسترخانه جانان هست. خوراک های شاهانه. این گونه دسترخان را از کجا میابد؟ جانکم او را راحت مون. سورپریز رو نباید ویرون کنیم. وقتی که با پایان آمد میبیند. بیا من برایت خودم با دستانم نانشته با مزه تیار میکنم. بیا. دادا با شما نفرت دارم. به حال افتیدهتان یک نظر کنید. همه شای بی خودتون شد. من چی کار کنم؟ همه شای بیمار شد. نابکار می باشم. از وقتی که تو رفته قدر تو رو بسیارتر می فهمم زنک. تو رو از دست دادم. اگر همین که رفتن گیرد می ترسم که نوربانو رو هم از دست می دیم. دخترم آیا تصور می کنی که
دخترمان به خانه نمی آید. نوربانو این چی حال است؟ در اینجا چی کار میکنی؟ یگون کار نمیکنم. این خیلی نمیشود. در این خونه روی تروش کردن قوش و قواق کردن من است. اگر یگون مشکلی داشته باشی گپ زن. هیچ چیز نیست. یگون کار کردن نمیخواهم. به مکتب هم رفتن نمیخواهم. امروز به من هیچ چیز نمیخورد. بس کن نوربانو، چرا به مکتب رفتن نمیخواهی؟ خیز کنی خیز. به مکتب میروی و زیادی همه درباره تو گپ میزنن. چرا؟ یا دادم امروز با آنجا همه آیند. به این هم در نزد هم کورسانم شرمنده شدم. این چی خیلی گپ است جانکم؟ کنی بیا بات یک چیز را نشان دادن میخواهم. اپا مرا با کجا میبرید؟ سورپریز جانکم، سورپریز. بیا کنی. چی خیلی سورپریز؟ بیا آخر با من بیا. پیش درو نوربانو جان. در حدیث اومده که بخیرترین شما کسی است که قرآن را به مردم می آموزاند. بار اول در تاجیکستان در مرکز پرودوسری همصدا طرز ویدیویی قرآن کریم، متن اصل و ترجمه معنی های آن در قرائت امامان کعبه عبدالرحمن از سدیس و ابراهیم از سریم تهیه گردید. در فیته مذکور اولین بار در برابر قرائت 30 جزء 114 سوره قرآن کریم متن اصل با ترجمه پوره مصحف با زبان تاجیکی آورده می شود و جزء و نام سوره قرائت شونده نیز با حروفات کیریلی زبان تاجیکی نوشته شده با منظره های مفتون کننده کشورمان زینت داده شده است. این مصحف شریف هدیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بخشیده به 20مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به مردم عزیز کشورمان است. دیوانه می شوم. با خدا دیوانه می شوم. با مرگ تو مرا گناهکار می شمارد. می گوید که اکنون نوربانو گفتنی دختر نداری. حیران شدم. چی کار کردنم را نمی دانم. اپا دادم از پشت تو سرگردان شده است. خیر میبینیم. من میدونم چه خیلی تو رو به خونه برگردونم. خیر چه خیلی نقل شد جانکم. چی؟ چی خیلی چی؟ ماشین سرخ؟ ماشین سرخ؟ چی؟ آیا این ماشین من است؟ البته به نبیره دوست داشتش باید گرفته است. بابا جانم تشکر زیاد تشکر. در حقیقت این ماشین من است؟ تو لایق از این هم زیباترش می باشی. ببین بسیار هم زیبا است بابا جان. تشکر زیاد. بسیار هم خرسند شدم. اینقدر زیبا است. سلام مراد جان. چی خیلی؟ سلام. خیلی خوبم. اما من ماشین راندن نمیتوانم. جانکم این خیلی آسان است. مراد به تو نشان میدهد. همین خیلی نه مراد جان؟ جان گفته. الپرن نمیخوری مگر؟ نمیخورم اپا سودا. اقلا چایت رو منوشیدی؟ نمیخورم با مکتب دیر میکنم. ایست میز رو یک جای جمع کنیم. اما که نجیب ما میرویم.
حالا تو میبینی اپا اینقدر عذابایی که به ما داده از مغز سرت میبرونم. الپرین اینقدر سر و صدا کجا میروی؟ ترسیدم که ماشین میرود. خیر تو بیرو، من انتظار ماشین میشوم. مایلش درسایت رو خوب بخون. مایلش اپا رحمت. اکای یونس تو بیرو، ما رو امروز آدم میبرد. مایلش الپرین تو پگو. حالا ای سپا من میدونم که با تو چگونه رفتار کنم. این زیباگی را بین. وای 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 نبیره من چقدر زیبا شده است. آبی دهان دیدگی ها میریزد. بسیار زیبا شده این نوربانو. تشکر. به هر دویتون هم تشکر. بیا نوربانو با مکتب دیر میکنیم. مایلش آمدم. تا بازی جونکم. ارزو کار سود کدام روز می شود؟ نگران نباش، یک چند روز پس این کار هم حل می شود. همین که از دست نجیب الپرین را گرم دست پایش شکسته می شود. الپرین به آسانی نمی آید. یک دو روز طاقت می کند. تحفه هایی که در روز سیوم می دهم عقلش را گم می کند. اینش را نمی دونم. می بینی؟ مثل اپش او هم راه راست رو می یابد. جناب چنانه که فرمان دادید علیه لیلا کافتوکاو کردم. آیا یگان چیز یافتی؟ هیچ چیز نیافتم. حجت‌های از تازه برام. شخصی که در این گروه تروریستی تا به این درجه رسیده است اما حجتش تازه است. آیا کی او را تازه کرده است عجبا؟ براستی من نمیدانم. با کسی خبر نداده کار در دوام ده. اطاعت سردارم. سردارم لیلا خانم اومدن. با درون درآید. مایلش سردارم. لیلا این چه حال است؟ با تو چی شد؟ با ما حمله کردند. زخم برداشتم. حمله کردند؟ پس محسن چی شد؟ متاسفانه او را از دست دادیم. چی خیل حمله دخترم؟ چی خیل شد کنی نقل؟ تیاری مخصوص دیدند. آدم های مظهر یک بار گرد و اطراف ما را بستند. در زد و خورد محسن را کشتند. من باشم از تریزه پریده جانم را خلاص کردم. یک قبرغه هم شکست. متاسفانه تقدیر محسن همین بوده است. از دست آنها هلاک شد. دخترم هر شخصی را که به تو تسلیم کنم یا به دست پلیسا می افتد یا که او را می کشند. این خودت چی گم؟ چی گفتم میخواهید پیکاس؟ با عقل استی. لیلا بسیار هم با عقل استی. گروه نیم عقلانه که مثل تو هستند آنها را می کشد که فردا به سرمان یگان بلایی را نآرد. عجب است که تو همیشه زنده میمانی. چه خیر معقول شد؟ اوهسته درون؟ جانکم این ماشین تا 240 کیلومتر می رود. حق این را دادن در کار. کیف ماشین همین خیل برآورده می شود نوربانو. گاز را تا آخرش زیر می کنی. لیلا گبزن تو کی هستی؟
چی جواب گفتنم را میخواهید پیکا؟ از خدمتگار صادق این دعوا میباشم. راستی گپ به صداقت تو باوریم نمیآید. گفتم که با ما حمله کردن، محسن را کشتن، من باشم جانم را خلاص کردم. چی من هم باید میمردم؟ لیلا راست میگوید پیکاس. مرگ محسن از نابکاری خودش، نابکاری نگویم به امکانیت بودنش را نشان داد. لیلا بر این یک دختر جاسوس و خوب تربیت کرده که زنده ماند باید ما فخر کنیم. تو خواب کن. منی کیا. تمام. تو کاردار نشو. تمام. اما لیلا را صاحبش من هستم. خائن بودن لیلا، توبه توبه توبه، دهانم را خاک برد. این خصوصیت های انسانی ما را هرگز نشان نمیدهد. مایلش قبول میکنم. کمی غضبناکم. ناکامی هایی که پای در پای شد. محسن مرگ چایچی مرا کمی رو افتاده کرد. میبخشی لیلا، تو را کمی زیر فشار قرار دادم. این مسئله را فراموش کنیم. از مرگ چایچی و محسن من هم غمگینم، اما باور کنید من یگان گناه ندارم. گفتم که تمام. تو را باور میکنم. خیر جانکم، تو مرا با کیامینک تنها گذار. خوب شده است. پیکاس جان، عذابهایت ویران. به خدا زیغ شدم. آیا یگان کار کردنم را میخواهی؟ یک سرودی فلکی سرایم. ای خانم. کیامینک اینقدر واهمه نکن. زودتر که بودن این دختر رو به من یا تمام سرت. جسدش رو تیار کن. در کجا تولد شده است، در کجا خوانده است، در کجا زندگی کرده است، به کجا راه رفته است، دوست داشته، شوهرش، مادرش، خوراکی نزدیک است، بیماری و سلامتیش رو همش رو یک به یک گفته یام. تمام. مایلش خوب شده است عالی جان، اما برای چی؟ حالا هم نفهمیده ای احمقی نادان. اما شما دشنام میکنید پیکاس. تو را آگاه میکنم دشنام نه. و تو میگویم که این دختر جاسوس است. جاسوسه که به درونی ما در آمده است. جاسوس است؟ محترم قماندان، از این پس گفته های ما عجب، او قماندان رو چی کار میکند؟ اگر اینها را انجام دهی عذاب را نمیچشی. این آدم را خوب نگاه کن. این آدم دشمن اشدی توست. خائن است که به دولت و ملت تو خیانت کرده است. و من بگو جزای این خیانت چیست؟ مرگ است. پس تو این خائن را چیکار میکنی؟ او را میکشم. البته که میکشی، برای آن که جزای خیانت مرگ هست. امین است پیکاس که این دختر جاسوس است؟ من با او شبه دارم. تا حال نفهمیدی کسی را با او دهم آن شخص میمورد یا اینکه به دست پلیس میافتد؟ آیا همه این تصادفاً میشود؟ خبر گرفته بودیم که اتینا به درون ما در آمده بود، اما اتینا دیگر است و لیلا دیگر. لیلا زیباتر است. اتینا البته. بله اتینا. چی اتینا رو ما از 100 متر بینیم نمیشناسیم پیکاس. اگر چهرهش را عوض نکرده باشد حتما است. هیچ چیز رو نفهمیدم. تو حالا چی گفتنی هستی؟ تو دیگر مینی که با عقل من نه و یک آدم ساده هستی. در این کار چی سری هست؟ با من بیا. اما مرا آدم ساده نگویی. بیا کیامینک خوبتر است. بیا با من بیا. مایلش بیا. این رفته است.
ای دیوانه، اینجا رو خیال ماشین دوانی کرده ای؟ قریب بود که ما رو زیر میکردیم. کمی آیستر رانی نمیشود. این راهی ماشین است، نه راهی تو. نوربانو، این چی صورت میباشد؟ این ماشینی من است. مراد به من ماشین راندن را یاد میدهد. مراد باشد، هر روز با یک ماشین نو سیروگش میکند. جانکم، ماشین از آنی من هست. بابایم هدیه کردند. چی؟ راست میگویی؟ یعنی این از آنی توست مگر؟ البته. ماشین از آنی من است. من رانده نمیتوانم. مراد به من یاد میدهد. البته که یاد میگیرم. پس داد میداند که صاحب ماشین شده ای؟ یک لحظه برادر. مراد، ما را یک لحظه تنها گذار. مایلش میروم. کارت که تمام شد بیا قهوه می نوشیم. مایلش تا بازدید. ای دختر، تو چی کار میکنی؟ سحر به خونه شما رفته بودم. دادت پریشان شده است. افسوده. همین بود گپایت؟ چند بار که بابا تو گفتم که با کارهای من دخالت نکن. میبخشی اما حق دارم که در این کار خودم را خوش کنم. ما از کودکی دوگانه بودیم. حالا وقتی گپ زدن ندارم سوده. مراد مرا انتظار هست. التماس با کارهای من دخالت نکن. نوربانو، روزی میشود که تو سخت پشیمان میشوی. ببخشید اکا، قهوه خونه در کجاست؟ از اینجا به طرف چپ گرد. تشکری زیاد. алло оғои мазҳар, суроғаро нависед. дудулу организаи санаи блоки 7. майлаш, ман суроғаро ёддошт кардам. зудтар шитоб кунед. қомандонро гипноз мекунанд. зудтар ӯро наҷот диҳед. ту бо диққат бош. боқии корро мо ҳал мекунем. хуб шудааст, фаҳмидам. майлаш, саломат бошед. лайло ба хайр аст? туро хаста мебинам. ба тарофҳои дигар гузаред. гуфта маро безор карданд. мегӯянд ки маблағаш арзонтар аст. медонам. аз кашкашаки тарафи рост калидро гирифта ҳуҷҷатро биёр. майлаш, ҳозир. ҷонаки ман корҳои ту бисёр бад аст. дигар маро фреб карда наметавонӣ. маро нигоҳ кун каяминик. балое ки ба сарамон овардаӣ фош мекунем. تا حال باوریم نمیاد پیکاس. چی خیل میشود؟ ҳамин хел ба сари инсони зирак чӣ гуна корҳо меояд каяминик? ё ин ки саге ки посбонӣ карда наметавонад ба рама гург меорад. бале, гург меорад. افسوس میخورم. راستی گپ حقارت علیه یک شخصی که در سالهای آخر دست به عملیات‌های مهم زده است ناحرمتی است. ака, ин барномаи нави амниятӣ бисёр ҳам боқувват будааст. мо бояд аз ин дида хубтарашро кашф кунем. бале. хаста набошед рафиқон. ташаккур. байги дарҳол хабар диҳед ки макони қумандонро ёфтем. итоат сардорам. ака, иги дар он ҷо зиқ шудааст. амалиётро дарҳол сар кунад. тарафи дигари кор ин ки чечека аслан гурӯҳи зери по шуда нею, балки яке аз сохторҳои қувваҳои асосӣ буда бо номи давлати махфӣ зикр карда мешавад. инҳо силоҳбадастоне мебошанд ки идораҳои давлатиро, гурӯҳҳои ҷамъиятиро ва ҳатто ҳар гоҳе ки хоҳанд амалиётҳоро ташкил карда, бомбаҳоро тарконида мардумро қатл мекунанд. равшанфикроне ки чечекаро бегуноҳ нишон медиҳанд, ин нуктаи асосиро намебинанд, шояд ки дидан ҳам намехоҳанд. ҳоло тамоми яроқҳои гурӯҳҳои террористии ҷаҳонро чечека таъмин карда аз ин силоҳҳо қувва ҷамъ мекунад. баъд байкот ва амалиётҳоро ташкил медиҳад. сухан аз он хунхорҳое меравад ки дирӯз як имомро кушта, дар маркази диёрбакр як синфхонаро тарконида, кӯдакони курдҳоро қатл намуда
در گونگارین چندین انسانها را نابود کردند. گروه تفریق انداز اکنون فرمانهای جنایی را از چچکه میگیرد. چچکه را تنها یک شاخه این گروه گفتن خطا است. اصلا گروه تفریق انداز عضو سلاح بدستان چچکه می باشد. بله، برای دانستن بیشتر خواندن لازم است یا سفر کردن؟ معلوم که باید بیشتر سفر کرد آقای. کو ببینیم. خائنی که بر ملتش خیانت کرده است، به من بگو جزای خیانت چیست؟ مرگ است. پس تو این خائن را چی باید کنی؟ میکشم. آقای ستدکارها چی خیلی؟ قماندان را هیپنوز عالی درجه کرده، باوری دارم که دشمن هست. پس از مدتی کوتاه یک ربات می شود که به فرمان شما آماده می باشد. بسیار خوب. حالا باشد مرا گوش کن. اتنا گفتن یک جاسوس است. کشته شده است. اما بعضی خبرهای داریم که در قید حیات است. چی گفتید؟ فکر میکنم که او را مرده نشان داده جراحی پلاستیکی کردند و او را به درون ما در آوردند. از تو میخوام که معما را کافتکاو کنی. این کار را کی میکنه؟ چی خیل میکنه؟ در حال به همکارانی در اروپا بوده، در تماس شده. برای من این را میفهمانی. تمام. شما روید. اول این را بینم. با تو گفتم که در حال کن. این کاری اولین درجه است. مخفی و فوری است. дарси якум набояд суръати мошинҳоро вайрон кунӣ, фаҳмон? пас суръати мошинҳоро чӣ хел вайрон мекунӣ? масалан оҳиста ҳай карда. агар тез равӣ чӣ мешавад? чизе намешавад. апа ӯ надонист, ман медонам. агар тез ҳай кунӣ мемурӣ, шалки худатро куштаӣ, оилаатро ҳам нобуд мекунӣ. алперин, ту инҷо чӣ кор мекунӣ? ин кӯдак ки аст? ман бародари ӯ ҳастам. ту ки ҳастӣ? дар инҷо киро мекӯбӣ ё ту дарс надорӣ? апа ман омадам ки туро ба хона барам. рафте дастамро сар де. дадам аз зихӣ мемурад, маро хоб намебарад. апа барои чӣ ба хона намеоӣ? ором шав кӯдак, дод назан. рои ту набошад, фаҳмидӣ? бо ӯ нағз гап зан, акай ту намешавад. ба ҷои ман пушти ӯро мегирӣ? ман пуштии касеро нагирифтам. ман бошад роҳ гард, меравем. чӣ кор мекунӣ? алперин, сар де, маро мегӯям. эй кӯдак, гапро намефаҳмӣ, намеравад. ба ту гуфтам ҳамроҳ нашав. ин масъала байни ману апам аст. нурбоно, алперин, ин хел накунед. айб аст охӣ. ту девона ҳастӣ? ин қадар якрав будаӣ? мебинӣ ки бо ту намеравад. алперин, алперин, хуб ҳастӣ? майлаш, меравам. маро нарас. офарин нурбоно, кори кардаат ҳамин аст. камтар тела кардам, тоқат накардам, бахшиш. алперин, ист. тарафи додашро нагифта рафта тарафи он бачаро мегирад. апа моро фаромӯш кардааст. фикр накарда кор мекунад. бо мурури замон хуб мешавад. гирья накун. биё ман туро ба хона мебарам. кани биё, рафтем. алперин, як лаҳза ист. боз чӣ мехоҳӣ? туро кур карданд. аз паи ман дигар нашав, фаҳмидӣ? ба дадаам ҳам гӯй ки ман дигар ба хона бар намегардам. дар он хона зиндагӣ кардан ҳам намехоҳам. фаҳмидӣ? боз такрор мекунам, намехоҳам. офарин нурбоно. кӯдак омадааст ки бо апаш сухан кунад. лату кӯб хӯрданӣ наомада буд. яъне ту фикр мекунӣ аттена лайло мебошад? کاری نمیشدنی نیست که یمینیک. این فکری مرا پروفسور انیق میکند، همین کل نه؟ آنقدر وقت را نمیگیرد. آرام شو، به کسی نگویید. مایلش. حجت‌های خواستتون. تشکر. من در فرمان شما هستم. هر گاهی که خواهید آماده‌ام. میتوانی که روی.
گوش کن. انا این رسم اتن است. شاید که جراحی استتیکی کرده به همین دختری پیشینه مانند شده باشد. مایلش در حال گفتگو میکنم. این را در دنیا میکردگی دو مکان میباشد. جراحی دختر را خیلی زیبا کرده است. مینیک. تمام. خیلی که در نقشه میبینید این انبار 3 درآمد دارد. یکی از پیش، دیگری از خفا. بینوی 3 آشانه است. قماندان در آشانه یکم است. تقریبا 20 نفر آدم آنجاست. هنگامی زد و خورد احتیاط شوید. به لیلا یگان حادثه رخ ندهد. اطاعت جناب. آیا معلوم شد که برای چی قماندان را گریزاندند؟ متاسفانه نه. به قماندان نآیید، فهمو؟ حالا هم از پی کار. خدا مددگارتان باد. آمین. آمین. مرحمت رفیقان. اینقدر مسئله عاجل چی بوده است؟ آقای مدیر، نجیب سردار آید افسرانی در چاه مانده معلومات مهمی به دست آورده است. آقای مدیر، برای حل کردن این مسئله چاه قسم خوردم. با رفیقان بیس کار کردیم. این چاه را برای گریزانیدن یک قماندان تشکیل کردند. این را انیق کردیم. آقای مدیر، برای چی فکر میکنی که این حمله را برای قماندان کرده باشند؟ اگر به شما وظیفه این قماندان را گویم، شما نیز مثل من فکر میکنید. وظیفه‌اش چی بوده است؟ آید او بعضی معلومات ها را دریافتم. قماندان برای مدت دراز در خارج کار کردنش دیرتر خانه‌دار شده است. حالا در خوابگاه زندگی میکند. در امریکا کورسی درس رنجر و در آلمان کورسی گسیگه 9 را با موفقیت ادا کرده است. در قواهای مسلح مخصوص در خارج کشور و در داخل کشور وظیفه‌های مهمی را به دوش گرفته است و از همه مهمش این قماندان محافظتچی اساسی قواهای مسلح می باشد. انا همینش تعجب آور است. به فکری تو این حمله قصدم بود؟ ولی من هم همین فکر میکنم. تو چی ها میگویی؟ اینها را به گنرال خبر دادید؟ من از خودم با او میخورم. امنیت را علیه او زیادتر کردم. من این را انیق کردم. اگر اجازه دید نجیب سردار برای یافتن قماندان یک گروه تشکیل کرده عملیات را آغاز کند. هر چیزی که لازم است کردن در کار. آمادم که همه طرف دستگیری کنم. من الکی اجازت گرفتم، شما را آگاه کردن خواستم. این بسیار هم معلومات مهمی است. باید یک کسی دیگر را هم خبردار کنیم. با دقت باشید. امنیت خودتان را از دست ندهید. لبای آقای مدیر. آقای مظهر، اجرای کار با تروریستان سردار نجیب یلمز آید حمله علیه افسران معلومات مهم را به دست آورده است. شما را گوش میکنم، گپ زنید. قماندانی که گریزانده شده است محافظ مخصوص سردار قوای مسلح می باشد. معلومات های باقی را روان میکنم. این خودش چی گپ؟ ممکن است که سوی قصد علیه سردار قواهای مسلح کنند. خواستیم که این موضوع را به شما رسانیم. تشکر. یگان پیشروی شود به شما زنگ میزنم. مدیر امنیت زنگ زد. نجیب سردار فهمیده است که قماندان محافظی مخصوص و سردار قواهای مسلح بوده است. باز چه؟ برای یافتن قماندان عملیات را آغاز کردند. نجیب سردار چه پلیس بود؟ به ناموس و با شرف است. وطن و ملتش را از همه بالا می داند. جناب، او همتا ندارد. من در دست او به وای رسیدم. نجیب سردار فیراری ها رو دنبالشون شده پرواز میکردگی ها رو دستگیر میکنند. من هم همین خیل میباشم. این طور باشد در این حمله مهم از تجربه او استفاده برید بچه ها. جان گفته. یعنی چی خیل جناب؟
گفتنیم که در این عملیات با نجیب سردار اگر یک جا شوید چی می شود؟ آقای مظهر عالی می شود، حتی از عالی هم عالی تر می شود، حتی مثل روزهای اولا می شود. بله. اینطور باشد من همه کار را انجام می دهم. شما هم زودتر آماده باشید. اطاعت جناب. زور شدم. وای وای، مثل روزهای پیشین همین خیلی نکه. خیری بجای تو می شدم روزهای پیشینه را با خاطر نمی آوردم. برای چی اکا؟ برای چی؟ پرونده گذشته تو آنقدر تازه نیست، برای همین گفتم. خیر میلش در آب خر نکن. ما گذشته کسی را اعتبار نمی کنیم. از صمیم دل توبه کند شده است. مثل تو خیری، عیناً مثل تو. از من نرنج خیری. میلش اکا. کجا شدی یگید؟ زودتر آخر زودتر. برادران زودتر باشید، عجله کنید، ماشین ها تیارند. بله سردار. رفتیم. تو را باز در بینمان دیدم بسیار خوب شد نجیب سردار. در فکر درد کوچک خودمان بودیم، از درد ملت فراموش کردیم آقای دادستان. آدمی از خان و خاروش را گم می‌کند. تو را آدم‌های استخبارات مخصوص از راه بیکاز می‌گیرند برای کار. خدا مددگارت شود. تشکر آقای دادستان. سلامت باش. اوکی. Thank you. چی شد؟ زودتر فهمان. زودتر ما رو فهمان. دیوانه نکن. لیلا اتنه است. آقای پیکاس، شبهه کردهتون راست برآمد. ملکه سیلو را از طرف استخبارات مخصوص در شویتزر جراحی استتیکی کردند. دیدی منیک، از همه آدمی خالص جاسوس بوده است. یک وقت جاسوسی خودمان بود، در بین آنها داخل کرده بودیم. اتنا را حالا باشد لیلا کرده به مقابل ما استفاده بردند. وای بر سری من. وای به دستی خودم او را میکشم. پیکاس اجازت ده من جان او را گیرم. التماس من او را کشم. من تو را بهوده ساده نمیگویم. چرا سردارم؟ به من بگو اگر لیلا را کشی چی میشود؟ چی میشود؟ قصاصم را میگیرم. پس برای کی کار کردنش را نمیفهمیم؟ غضبت در 2 دقیقه عقلت را خورده تمام کرد. من پیکاس هستم. کسی که علیه من این کار را کرده است میدانم که با او چی کار کنم. سردارم، این روز را بسیار انتظار بودم. همیشه آرزو میکردم. من هم یکیتم. من هم. خیری، در حیاتم گمان نمیکردم که تو را یاد میکنم. سردارم، من شما را همیشه یاد میکردم. از فکرم یک لحظه نمیبر آمدید. با شما یگان مراتبه کار نکردم سردارم، اما نامتان رو شنیدم. این خیلی گپ نزن برادر. ما برای نام و شهرت نه، بلکه برای وطن خدمت. ای بله، مثل روزهای پیشینه شد. دادادادن و گروهی موثری نو جمع میشود. بیاید سردارم برویم. شما را از اینجا میبرم آقای قماندان. لیلا خانم، در اینجا چی کار میکنید؟ احوال قماندان را نظارت میکردم. کنی مثل خواسته شما شده است یا نه؟ از دست آقای سیده تنها میگریختگی ها نجات مییابند.
کنی فهمان این آدم فرمانهای ما را چخیل به جا می آورد. بیمارمان را از 3 مرحله گذرانیدیم. اول با قوای برق زیاد معاینه سرش را تازه کردیم و بعد ماده اکماتین را اوکال کردیم. با گیپنوز عالی درجه شخص هدف بوده را دشمنی او کردیم. بعد وقتی که این دارو را با او دهیم، قماندان کاری گفتهمان را عملی می کند. دیدی لیلا، این تا به کجا رسیده است؟ از یک قماندان وطن دوستدار یک خائن دیوانه تیار کرده می شود. اگر راستش رو گویم چون این نتیجه رو انتظار نبودم. در وقتش میشد من در حیرت می ماندم، اما حالا باشد. باوری دارم که علم طب مرده را زنده می کند. در پیش 3 پوزبون است. سردارم قماندان در خفا بوده است. در آنجا باز یک درآمد دیگر هم هست، اما اول باید این 3 پاسبان را نابود کنیم. این وظیفه توست. کار پیش بوده ها را تا حل کن. اطاعت سردارم. خیری بگیر. گوش کن اکا، چرا جوشنت رو میبروری؟ جوشن من در این عالم دل و ایمانم است. ایمان قوی من مثل جوشن مرا سپر است. راست میگویی و اما احتیاط نیمی حیات میگویند اکا جان. خیری تمام شد. ما اینها بگیر. سردارم، میدونی وقتی که مرا از پلیسی پیش کردن آواره شدم، کمی پریشان شدم. بعد تقدیر یکی سرکمیسر رو با من آورد. خدا برکتش دهد. دستیاری دراز کرد. نخورد و مرا خوراند، نپوشید و مرا پوشاند. خدا برکتش دهد. مرا صاحب کار کرد. یک جای چیکار کردید؟ چیکار کردیم؟ وطنمون رو دوست داشتیم. وطن دوستی رو با من آموزاند. سردارم، وطن دوستی موضوع مهم است. همین خیلی است. یک فرزند وطن را قهرمان میکنم گفته باز را از دست ندیم. چی خیلی از دست دادن؟ آخر آدمی کلان است کو گم نمیشود. اگر تو مرا در اینجا به گپ گیری، یکی سرکمیسر باشد اونجا رفته است. آنها باشد یکی رو میپرانند. بعد من تو را چیکار میکنم خیری؟ سردارم، میلش فهمیدم. خاموش میستم. برادر، اینجا مکانی ممنوع است. ماشینت رو گیر. که کس را نابود نکرده از اینجا نمی رویم. به خدا. چی میگویی ها؟ با کثافت بی کسی رزیل مجبور بودیم شما را به جهنم فرستیم. سردارم، ما از پیش می‌داریم، شما خفا را نظارت کنید. خیری همراه تو رود. میلش رفتیم. نه سردارم، این طرف را من میگیرم. خیری با شما میرود. میلش؟ من با خیری نمیتوانم یکی. تو با او تجربه داری. میلش خیری با من بیا. زودتر رفیقان، برای کار. برادران با دقت باشید، خودتان را احتیاط کنید.
یگان روزی من به صدای تیر نمیگذارد. باز چی گپ شد؟ کار خوب نشد خیری. با هیجان میگویند که میگویم باز توی سر شد. این خیل شرطنامه نکرده بودیم پیکاس حیاتی ما رو زیر خطر نگذاره. این کارو همی خیل از آقای سیدت ندانسته بر این نشان نده. کنی از دنبال من بیاید. اول ما برایم. زودتر زودتر. گذارید گذارید زودتر گذارید گذارید. تخمینی کردم راست برآمد. نجیب هم در اینجاست. این آدم کسلی است. باز اویلش را فراموش کرده است. آیا این آدم یک روز وظیفه‌اش را فکر نکند نمی‌شود؟ ای وای وای به خوبی تسلیم شویم ما. بسیاری هستند. یکی در صفی پیش است. همه جمع شدند. التماس پیکاس جان یگان کار کن. این طرز به تو شخصی اداره کننده نمیزیبد که یمینیک. آرام شو آرام شو. سردارم راست میگویی دو، اما جان شیرینم یک طرف و دنیا یک طرف. رفتیم. لیلا با من یاریده این میز را کشم. من همینجا. سراخی سیاهی که ما را به روشنی میبرد. از این چقلی دوزخ برایم کافی است. من دقت آنها رو جلب میکنم. شما پروفسور رو با کایمینیک از اینجا برارید. نمیشود. تو را به دست آنها نمیدیم. تو هم با ما میایی. همه یک جا میرویم. آدم های اینجا بوده اما زد و خورد کنم بایگی. زودتر یک تا با پایان فرایید. کماندان چی؟ او رو نمیبریم؟ نه او رو مثل رابط برای خود تیار کرده بودیم. او رو هم باید گیریم. اینقدر مهنتمون برباد میرود. رود رفتن گیرد. مردن یگید و نجیب را زنده بودن کماندان به میدانم. کارم را با دیگر راه حل میکنیم. نفهمیدم شما چی کار کردن میخواهید؟ من همیشه نقشه بی دارم. اینجا رو میترکانم. زودتر شوید. به اینجا درآید. زودتر 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 فرارید. به پایان فرارید. جناب قماندان، جناب قماندان، چی حال دارید؟ خیری یاری تجلیلی رو چیزن. مایلش 34 و 82 مرکز. نابینا یک چشم خواست. خدا با او دو چشم داد. اکنون چی کار میکنیم؟ آنها کجا شدند؟ سردارم کامپیوتری دستی افتاد. خیلی کنی رو با من داشته است. خوب هستید؟ بیایید رفتیم. خیلی تو قماندان را به بیرون برار. مایلش این پاپکا ها رمز دارند. زبان اینها رو عاطف میفهمد. کنی گید تو هم به نزد سردارت بیرو. در آخرت شما را یک جا دیدن میخواهم. یگان چیز پیدا شد سردارم. در اینجا معلومات های زیادی است. باید با خود بریم.
استاد، با شما یک سوال دارم. رزق فقیر و دار از یکدیگر چه فرق دارد؟ این را از دختر خودت پرس. نه خود من هم کلان شده آدمی بچه‌ام. اجازت بدهم که با بهار دوگانه شوی. یعنی شما از خانه گریختی؟ من نمیروم. من در نزد بهار میمونم. تو را از زینب جدا نمیکنم بهار. سخت ترسیدم امک جان. шифоёбии эҳсоси гуворое барои ҷисму рӯҳ аст ва муҳим аст ки шумо беморро бо усули комилан бехавф ва муосир табобат кунед. Маркази тиббии табобати чинӣ ҳамин гуна усулҳои анъанавӣ ва муосирро барои шифоёбиятон пешниҳод мекунад. сӯзанзании чинӣ, гиёҳдармонӣ, табобати маризиҳои қалб, фишори хун, пӯст, амрози занона, гӯш ва бинӣ, бемориҳои урологӣ, узвҳои даруна, сутумуҳра ва амсоли ин акнун дар як марказ берӯзи истироҳат барои шумо пешниҳод мегардад. акнун шумо имкон доред ки бо истифодаи таҷҳизоти муосир аз санги гурда бе кадом ҷарроҳӣ ва изи он халос шавед. суроға шаҳри душанбе, маҳаллаи 65-ум, кӯчаи Фирдавси 8, маркази табобати чинӣ. шифоёбӣ инҷо арзону осон аст. бинандагони азиз, таваҷҷӯҳ намоед ба ин хабари сесолӣ. равғани тозаи сесоли баракат пешниҳоди харидорон гардид. ин равған бо технологияи ҷадид аз беҳтарин пунбадонаи пахта омода гашта сифати баланди ғизонокӣ дорад. истифодаи он дар тамоми намуди таомҳо кафолати лаззат буда, ҳунармандии ошпазону кадбонувонро дучам мегардонад. хуштаъмӣ дар баракат аст. равғани баракатро аз марказҳои савдо харидорӣ намоед. телефонҳо барои харидории яклух ва чакана 918 88 44 99 918 46 85 96 48 701 01. равғани баракат дар хона ҳам осонӣ мебахшад. равғани баракат баракати дастархони мо шумост.